همکاران عزیز، تبریک برای جان. با سلام خدمت همکاران عزیز و فالوورهای نمایشگاه اتوبوس کامرانی. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم تهران بازدید اتوبوس بین شهری مارال 440. اتوبوس مارال 440 موتور کومنز با این مشخصات و این ماشین خیلی خوشگل. خیلی ممنونم از شرکت آقا بخشان بابت دعوتشون. واقعا ماشینی که ساختن ماشین خیلی خوب و درجه یکی از نظر اتاق، از نظر صندلی و همچنین موتور فنی. چیزی که نظر من راجع به این اتوبوس خیلی جلب کرد اتاق ماشینه که واقعا خیلی طراحی خوب و خاصی داره. بریم جعبه‌هاشو ببینیم. گفتیم بذارین یک گزارشی تهیه کرده باشیم و این میخوره اینجا چی بکنم. جعبه های ماشینه که واقعا خیلی خوب طراحی شده. همین جعبه فیوزش اشتباه کنم که آوردن اینجا قرار دادنش. اتاق ماشین خیلی شباهت به اتوبوس دورسا داره ولی با یه طرح متفاوت که واقعا خیلی اتاق خوشگل و شیکی هستش که داخلش خیلی شباهت زیادی به مارال و عقبش خیلی شباهت به دورسا داره که یه اتاق خیلی خوب و خاص زده. سلام خدمت آقای کامرانی. خسته نباشید. بله اینجا رو ببینید یه فیلم نگیرن sonra bakıp teşhis oldu. Allah ziyeri gördüm. neymiş işte yani Ne yazıyor yani? Çok şey, çelikler çelikliyor. benim maşin. Dedim ya. Böyle maşin. Vallahi. Ay خدا. Zaten bulanın üzerinde ulardan ineceğim de. Bir de bir müşan bir ular. Bunlar evi yok. چراغ‌های دکمه‌اش خیلی کاملا تغییر کرده. Bu bir şey olmaz. دنده ماشین. Bu kilitlerim dedim bir de استارتش به صورت دکمه‌ای هستش Bak sen de la buna bak. و ترمزش به صورت دکمه‌ای هستش. Başkanı seçiyor biraz. Seçiyor onun içinden başkanı. 10 sandalye. 10 sandalye beklerim. اتفاقیه ما برای نمایش این شما اونم میتونید بدون کلاچ هستش. قیمتشون میگه فرق داره. Allah selam. Lan. مثلا باید اشاره کنم که اول باید استارت داخل ماشین زده بشه و بعدش دکمه استارت زده بشه. نمیدونم آره میدونم قرارداد سه سال. الان این کانال چرا اینطوریه؟ این کوچیکه یکی داخل ماشین هم یه اندازه است مانیتور داره. چی میده؟ صندلی‌های ماشین صندلی‌های خیلی خوبی هستن. واقعا کیفیتی که تو صندلی‌ها زده شده واقعا کیفیت خیلی خوب و درجه یکیه. یخچالش هم یخچال هستش که تو اکثر اسکانیاها موجوده ولی با یه طرح خاص و جدید. پرده های ماشین و سقف خیلی خوشگل و زیباش. کار واقعا سالن خیلی خوب و خوشگلی داره. واقعا سالنش خیلی خوشگل و جذاب طراحی شده. واقعا تونسته انتظارات رو برآورده کنه. ولی خب فعلا تست اصلی جاده بودن ماشینه. اتاق خوبه
ولی باید ببینیم موتور ماشین چقدر میتونه جوابگوی این ماشین باشه که امیدواریم بتونه جوابگوی راننده ها و اتوبوس دارا باشه. بریم جا خوابش هم ببینیم. گیرگیر عقبش و اصلی ترین قسمت ماشین. یه دقیقه الان میام. واقعا بغلش واقعا شبیه دورساست و خیلی خوشگل تر از دورسای اصلی واقعا طراحی شده و من به شخص خیلی طراحیشو دوست داشتم. موتور ماشینم ببینیم. گفت کردم. چرا گفته؟ گفت کردم موتور. بله همون جبهه دورساست، یعنی مشابه دورسا ساخته شده ولی خب با یه اتاق متفاوت. دوستان سوالی چیزی اگه دارید من در خدمتم، بپرسید تا جوابگوی شما عزیزان باشم. واقعا خیلی طراحی خوب و شیکی داره که و همچنین رنگ خاصی داره که این مدل رنگا توی دورسا من ندیدم. یعنی رنگ قرمز بود اما یه جور رنگ زرشکی هم آلبالویی هستش که واقعا یه رنگی و خیلی رنگ خیلی خاصیه. از داشبورتش بله حتما از داشبورتش هم نشون بدم. داشبورتش مثل داشبوردهای مدل‌های قبلی خیلی جادار نیست که به این صورت باز میشه. مثل داشبوردهای سابق خیلی جادار نیست. سوال دیگه هم هست بفرمایید در خدمتتونم. اینا ببینم چیه. بله اینطور رنگی نبوده. این رنگ اینا میشه گفت اولین باره همچین رنگی ساخته شده. این یکم این هم تا شکلی از چیزی برسیم بشید. ببینیم چیه. شیرینیه باید برداریم. این هم شیرینیه. حالا برای یه جا میشه گفت 2 تا داشبورد داره. دیگه دنده فرمون هم نیست و دندش به این مدل و شکل است که حالت DM, M, A, N, R و RM هستش. موتورخونه رو داداش علی جان موتورخونه رو گفت کردن نمیشه بازش کرد. نمیدونم چرا. البته عکسای موتور رو من گرفتم و حتما باهاتون شیرش میکنم. جایگاه سوخت ماشین جعبه فیوز هم جعبه فیوز ماشین. بله یکی از جعبه فیوزش که همینجاست. زیربندی شد دیگه. یکم شرایطم جوری نمیتونم برم پایین. حالا سعی میکنم یه مقدارشو نشونتون بدم. این زیربندی ماشین دوستان. حالا بریم سر مشخصات ماشین. اتوبوس بین شهری مارال 440. مدل موتور کومنز ایسیم
11E5 440 هستش. قدرت موتور 440 اسب بخار، 320 کیلووات در 1900 دور بر دقیقه. حد اکثر گشت آور ماشین 2080 نیوتن متر در 1200 تا 1300 دور بر دقیقه. حجم موتور ماشین 8.10 لیتر. گیربکس ماشین ZF تراکسون آلمان هستش. استاندارد آلایندش هم یورو 5. این ماشین یورو 5 EEV هستش. کسانی که خیلی براشون مهم بود که قدرت و موتور ماشین رو بدونن، اینجا مشخصاتش کاملا موجوده. در کل نظر شخصی ما بخوام در این مورد ماشین بگم، به نظر من از لحاظ اتاقی درجه 1 و خیلی عالیه و از لحاظ موتور ظاهری خوب بوده، ولی خب تا تو جاده نره نمیشه در جا قضاوت کرد. باید ببینیم تو جاده چطوره. اگه تو جاده هم به همین زیبایی که اتاقش داره باشه، واقعا به نظر من میتونه جای اسکانیا هایی که در حال حاضر موجوده و دارن از مدل میافتن رو پر بکنه. باکش چند تاییه اینو نپرسیدم، باید اینو بپرسم. دوستان مدل های صندلیش هم فرق میکنه. مدل تخشوشه که هم به صورت آبی رنگ داره و هم قرمز. اینم برای کسایی که میخوان 32 تایی بکنن یا جفت انجامش بدن. این مدل صندلیاش که صندلیاش هم واقعا صندلی خوبی هن. اما یه کوچولو ایراد اگه بخوایم ازش بگیریم، جک صندلیشه که به نظرم جکش ضعیفه. جکای صندلیش کمی ضعیفه و مانیتور داشت. قیمت چند زده؟ دوستان ما با آقای داد که صحبت کردیم، به ما چیزی دور و بر 19 میلیارد و 500 اعلام کردن که البته به قیمت روز حساب میشه، یعنی قیمت ثابت نیست. بازم تکرار میکنم، قیمت این ماشین ثابت نیست که مثلا قرارداد ببندی بگی آره به این قیمت تموم کردم. نه، قیمت این ماشین ثابت نیست و قیمت همچنان در حال تغییره و بروزه. باز اگه سوالی دارید من در خدمتتونم. بله، شرایط هم گذاشتن اقساطی که اولش 2 ماه اول 5 تومن، ماه دوم 4 تومن، ما بقیه مبلغ ماشین هم موقع تحویل که الان هم موتور استارت زدن. قرار موتورش رو بازبینی کنیم ببینیم چه جوری هستش. بله، موتور ماشین قرمز رنگ و کومنز هستش. دوستان دیگه باید قطع کنم. خیلی ممنونم که با هم همراه بودید. بازم اگه سوالی راجع به ماشین داشتید حتما توی دایرکت و یا کامنت به من برام ارسال کنید، من به همه‌شون جواب میدم. خیلی ممنونم که با من همراه بودید. مرسی از آقا بفشان که ما رو دعوت کرد. خدا نگهدار.